روز 3 اکتبر سال 2023 بیگ صبور سردار خدمات علاقه تاجیکستان جلسه نوبتی با مسئولین ساحه علاقه، نمایندگان شرکت موبیلی و پروایدرهای اینترنتی، بانک‌ها و دیگر مؤسسه‌های مالیوی برق تاجیک و نهادهای قدرتی را برگزار کرده است. بیگ صبور در جلسه قبلی که 23 اکتبر دایر شد با تشکیل یک گروه کاری برای معین کردن منطقه های اینترنتشان ضعیف، بهبود تامین اهالی با اینترنت و اجرای فرمان پرزیدنت درباره گزارش پوره نهادهای دولتی به پرداخت غیر نقدی به مسئولین و شرکت های اینترنتی یک هفته وقت داده بود. اما چنین به نظر می رسد که مسئولین در این یک هفته که گذشت راه در شرایط بی‌برقی اوکفرما در اکثر مناطق تاجیکستان راههای بهبود تامین مؤسسه ها و مردم با اینترنت و انتقال به ممنوعیت پرداخت غیر نقدی را پیدا کردن نتوانستند، چون که در اطلاع رسمی نشر شده در سامانه رسمی خدمات علاقه گفته می شود که موافقه شد که وسیله های انجام دادن عملیات های پرداخت غیر نقدی بدون اینترنت کارکرد شود. در جلسه قبلی بیگ صبور از مشکل دسترسی مردم به اینترنت و علاقه موبیلی اظهار نگرانی کرده بود. قبلا ماه دکبر سال 2022 پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمون نیز این مسئله دسترسی مردم به اینترنت و سرعت آن در کشور را با لعن تند انتقاد کرد و به رئیس خدمات علاقه بیگ صبور که ضمناً خدای پرزیدنت نیز است برای اصلاح کمبودی و وقت داده بود. معلوم نیست که چرا بیگ صبور تنها بعد 10 ماه تنقید پرزیدنت، تنها بعد نزدیک آمدن زمان ارائه پیام نوبتی سالانه او به اصلاح کمبودی ها اقدام کرده است. بنا به اطلاع رسمی در جلسه روز 3 اکتبر نتیجه های جلسه یک هفته قبل بررسی گردیده، بیگ صبور به مسئله ساحه علاقه و شرکت های موبیلی سپارش داده است که نارسایی و کمبودی هایی که جهت تامین نمودن تمام منطقه های کشور با علاقه موبیلی و اینترنت آشکار گردیدند، برای برطرف نمودن آنها کارهای عملی تیزانیده شده به طور تأخیر ناپذیر ادامه یابند. بیگ صبور که 61 سال دارد و خدای پرزیدنت امامعلی رحمون هم است، از سال 2003 اینک 20 سال باز رهبر ساحه علاقه تاجیکستان را در دست دارد. منتقدان طرز رهبری او و تیمش را یک مانع عمده در راه رشد علاقه موبیلی و اینترنت در کشور می شمارند و می گویند که یا فرصت فرا رسیده است که رهبر این نهاد مهم و منبع عمده تامین بودجه کشور را به دست نفران حداقل آگاه از دانش‌های معاصر بسپارند.